اساس قانون اوفی که ماه سپتامبر به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد، مهلت حکم ادوکات شناخته بزرگمیر یوروف 4 سال، حکم معاون زندانی رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان محمود اودینایف 3 سال و پسر او شیخ مسلدین رضایف 1 سال کم کردند. یوروف در عموم به 28 سال زندان، اودینایف به 14 سال و پسرش به 6 سال زندان محکوم شدند. ولی اودینایف از این شمار زیر سند عفوش امضا نگذاشته طلب کرده است که او را آزاد کنند، چون که یگان گناه ندارد. خاصیت یوروف خواهر بزرگمیر یوروف گفت بر اساس قانون عفو باز 4 سال دیگر از حکم برادرش کم کردند. در عفو سال 2019 6.5 سال از جزایش کم شده بود، حالا 4 سال کم کرده شد. به حساب 6 سالی که در محبس به سر میبرد 11 سال و 6 ماه دیگر حکم مانده است، گفت خاصیت یوروف به خبرنگار رادیوی آزادی میرزا نبی خالقزاد. بزرگمیر یوروف تیر ماه سال 2015 در طی تشکیل یک کمیته برای حمایت اعضای زندانی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت و با جرم قلابی، ساخته‌کاری، تحقیر پرزیدنت، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود در عموم به 18 سال زندان محکوم شد. حامیان حقوق حکم یوروف را سیاسی و خود او را محبوس سیاسی میشمارند و آزادیش را از مقامات تاجیکستان طلب دارند. کمیته حقوق انسانی سازمان ملل نیز 2 سال پیش حکم بزرگمیر یوروف را بی اساس نامیده از حکومت تاجیکستان خواسته بود که ادوکات زندانی را آزاد کرده به او برای سالهای پشت پنجره به سر بردهاش جبران بخواهد، ولی دوشنبه این توصیه سازمان ملل را نپذیرفت. بر اساس قانون عفو از حکم محمود اودینایف معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که 1 سال پیش به 14 سال زندان محکوم شد 3 سال کم کردند. ولی حبیب الله رضایف پسر محمود اودینایف روز 7 اکتبر به میرزا نبی خالقزاده از قبل پدرش گفت که او زیر سند عفوش که کمیسیون اجرای قانون عفو برای شناسایی و امضا کردن به وی داده است امضا نگذاشته است. پدرم گفت خود را گناهکار نمی‌یابد و چرا برای کاری که نکرده است شامل عفو شود، یعنی بی اساس اعتراف کند که دست به جنایت زده است. پدرم گفت این گناه را هیچگاه قبول ندارد، نقل کرد حبیب الله رضایف. ولی یک کارمند اداره زندانهای وزارت عدلیه گفته است که صرف نظر از سند عفو را امضا کردن یا نکردن اودینایف، قانون عفو نسبت به او تطبیق و حکمش 3 سال کم می شود. نزدیکان محمود اودینایف میگویند وضع سلامتیش در محبس خوب نیست و او در قسمت طبی زندان نو شهر وحدت معالجه میگیرد و قبل آنها وی از درد ستون موره اذیت میکشد. گفته میشد که محمود اودینایف را در جریان تفتیشات لطکوب کرده ستون مورهاش را معیوب کردند، ولی وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده شکنجه شدن اودینایف را رد کرده بود. محمود اودینایف ماه نوامبر سال 2020 در پی اعتراض در نزد کمیساریات حربی در شهر ایسار و دعوت مردم به تظاهرات در دوشنبه دستگیر و ماه ینور سال 2021 به 14 سال زندان محکوم شد. همراه او پسرش شیخ مسلحالدین رضایف نیز با اتهام اوباشی و کوشش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم کردند. نزدیکانش میگفتند که او قربانی فعالیت‌های سیاسی اپوزیسیونی پدرش شده است. میرنگار رضایف همسر پیشین محمود اودینایف 7 اکتبر گفت هفته گذشته با پسرش تلفنی صحبت داشت و او گفته است بر اساس قانون عفو 1 سال مهلت جزایش کم کرده شد. شیخ مسلحالدین رضایف در محبس یکم سویتسک ادای حکم میکند.